سلام و درود، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست همصدا. من علیم. منم امیرعلیم. سلام. خب حالا بریم برای امروز خیلی روز عجیب غریبی بود، به خاطر اینکه امیرعلی از ساعت 12 اینا اومد اینجا که ما با هم دیگه پادکست رو ضبط بکنیم. ببین اینجوریه که من باید وسایلو از تو خونه بذارم تو کیفم، با مترو بیام اینجا، اینجوری. یعنی پروسش برای هر بار ضبط اینجوریه. این همه زحمت میکشی، بعدش اومدی کارا رو کردی ساعت 1. آره اومدم قشنگ، ببین اومدم قشنگ سیستما رو وصل کردم، همه چی درست، همه چی اوکی. بعد یهو برق رفت، تق ساعت 1 برق رفت. همه اون تنظیماتی که من داده بودم ستاپ و همه چی، فکر کن آماده ای که رکوردو بزنی تموم شه بره، برق رفت. آره دیگه، اینم از و چی بهتر از این واقعا کشورمونه و دستاورده عالیه. و ساعت 1 شد و ما دیدیم چیکار کنیم چیکار نکنیم تو این 2 ساعت. گفتیم یکم بریم بیرون بچرخیم. البته تو ایده‌شو دادی یا با آره من ایده‌شو دادم. آره. و رفتیم سمتای ای کاش میموندیم خونه میخوابیدیم بهتر بود. آره. به خاطر اینکه وقتی که رفتیم سمتای هفت‌تی، رفتیم سمت ایران شهر، همینجوری داشتیم ور خودمون به یه سمت بی انتهایی همینجوری داشتیم میرفتیم. آفتاب سوزان گرم. بریم ببینیم چی میشه. آره. که 2 تا دوچرخه زیرو جلومون ثبت شد. زیرو از این دوچرخه‌ایه که مثلا هر جای تهران میتونی پیدا کنی و آره کلا کرایه‌اش کنی، آره کد بزنی و سوارش بشی و هر چقدر که دلت میخواد. من گفتم آره بیا سوار اینا شیم، مثلا یه دور بزنیم و اینا. بعد هیچی، اومدیم که بریم مثلا توی برنامه‌اش. من از قبل تو برنامه‌اش رفته بودم، یعنی توش لاگین کرده بودم، احراز هویت و اینا انجام داده بودم، ولی گوشیمو ریست فکتوری کردم و اون برنامه پاک شد و اصلا همه اینا به کنار. برق رفته بود و آنتن گوشی‌ها قطعاً وقتی برق میره خیلی کمه، نه اینترنت کار میکنه نه خط برای زنگ زدن. افتضاح. آره. بعد حالا اومدیم دوباره لاگین کنیم، بعد دیدیم که باید اصلا برنامه نصب کردنش هم یه ربع طول آره. کشید، یه ربع داشت نصب میشد، یه ربع داشت آره احراز هویت و کارت ملی و اینا. ما دیدیم که کارت ملی نداریم، کارت مامان بابا رو بیا بگیر. و بعد زنگم که میزدیم به مثلا پدر مادر، به خاطر نبود آنتن اصلا نمیرد. آره. حالا جالبیش چیه؟ اومدیم احراز هویت بکنیم، سال 1300 و فکر کنم 50 رو مثلا باید میزدیم. بعد یه سال نداشت دیگه. ببین آره ببین دقیقاً از 51 شروع میشد به بعد. و من اینجوری بودم که دقیقاً سال 50 رو نداره که ما مثلا دقیقاً بتونیم 50 بزنیم. 50 نبود. چند بود؟ فکر کنم 34 داشت، آخریش بود که 33 پدر من اینجوری. و دقیقاً از 34 بود. آره از 34 به این ور بود که ما میزدیم نمیشد، قبول نمیکرد. آره 33 رو قبول نمیکرد. بعد هی هم بخواستیم زنگ بزنیم نمیشد، یعنی زنگ میزدیم میگفتیم الو قطع میشد، یعنی اصلا صدا سیگنال میرفت و اصلا کلا قطع میشد. اصلا داخل برنامه میخوای لاگین بکنی دوباره اینترنت داغون، کلا وضع افتضاح. بعد مثلا زنگ زدیم به مادرمون میگفتیم آره کد ملی رو بده، قطع میشد. بعد اونا میگفتن یعنی چی کد ملی برای چی میخوای؟ بعد اومدیم گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم که آقا مثل که یه علتی هستش که این که ما نباید چیز کنیم، صلاح نیست دوچرخه سوار بشیم. گفتیم که آقا ولش کن بیا برگردیم. بعد رفتیم یه چی هم زدیم برگشتیم و دیدیم که بالاخره برقا اومد. و ما ساعت 1 میخواستیم درباره چی حرف بزنیم؟ یادم نمیاد، ولی آماده کرده بودیم چی میخواستیم حرف بزنیم. نمی نویسی دیگه، اینا رو نمی نویسی. آره اشتباه میکنم. عجب آدم. ببین من از این آدمام که همش ایده هست تو ذهنم، مثلا از این آدما که ایده هست تو ذهنم، من مثلا درباره یه چیزی میخوام مثلا 3 ساعت فک بزنم، بعد وقتی که نمی نویسم درباره‌اش، روزی که میخوام فک بزنم اصلا یادم نمیاد که دقیقاً مثلا میاد توی همین ولاگ پشت صحنه موزیک جدیدش گفتش که ما توی اون مسافرتی که رفتیم توی برگشتش به ترافیک خوردیم، بعد تو اونجا به ذهنش خورده که این بیتش اینجوری باشه، مثلا این مدلی باشه. تازه وقتی تموم شده. آره این تو گوشش بوده تا ترافیک مسیر تموم شده و اینا رسیدن خونه مثلا ساعت 4 صبح بوده و اینو سریع رفتن با
کوروش نوشتن و زدن، همون لحظه موزیک رو زدن و آمادش کردن، یعنی اکثر کار رو اون روز اون شب کردن ساعت 4 صبح. یعنی این که دوباره از اول؟ نه دیگه، ببین اصلا اونجا جرقش به ذهن میا خورده و رفتن این کارو فهمیدم، ولی یه پیاده کردن. خوشم گفت اکثر پیشرفت موزیک همون شب بوده که ما داشتیم چیز می‌کردیم. دقیقاً توی سینما هم خیلی صدق می‌کنه. خیلی از فیلمسازا وقتی که فیلم رو مثلا تا نصف فیلم رو رفته اجرا کرده، بعد یهو همونجا میاد میگه که این چیزی که نوشتم مثلا الان به دردش نمیخوره که مثلا چیز کنم، بیا یه جور دیگه باشه. بعد تو فکرش یارو هست، بعد فردا دیگه یادش رفته دیگه همون نوشته رو چیز میکنه. الان که راجبش حرف زدیم من یادم اومد درباره چی می‌خواستیم حرف بزنیم. درباره مدرسه پارت بعدیش. بریم پارت بعدیش که از سال 6 بود یادمه تا 9 بود. داره از سال 6 شروع میشد. چی؟ یادمه مدرسه قبلی اون که گفتیم. اینا رو پس پاک کن. از 7 شروع میشد. آره یادم از 7 شروع میشد. آره بعد از 7 بگیم تا 12. تو برو امام حسین میرفتی؟ مدرسه دبستان. آره دبستان امام حسین، دبستان شاهد امام حسین. شاهد امام حسین یادش بخیر. حالا تو بودی که میگی یادش بخیر. نه اینکه تعریف کردی برام اصلا خیلی حال میکردم. الان یادته؟ آره الان یادمه. برو از 7 به بعد و بگو تا برسیم به هم دیگه. 7 که ببین کرونا بود، یعنی از 6 از آخراش کرونا شد تا 7 کلن 7 کرونا بود، یعنی کلن توی پیامرسان شاد بودیم ما. بعد دیگه لایو هم داشتین اسکایروم و چه میدونم یه بیگ بلو باتن بود، یه برنامه. ببین یه سایت بود به اسم بیگ بلو باتن، اسمش که اصلا مزخرف بود. دکمه آبی بزرگ، اصلا معنی نداره همچی چیزی. دکمه آبی بزرگ. اسکایروم خیلی با کلاس بود. اسکایروم خیلی با کلاس بود، ولی دقیقاً برای ما که مدرسمون دولتی بود نمیدونم چرا بیگ بلو باتن گذاشتن، کیفیت داغون. بعد همیشه هم از اینا بودش که یادم نیست چیز بود، هی میکروفون مثلا می‌خواستی بزنی که حرف بزنی 10 بار بعد می‌زدی و دستت بالا باشه. آره بعد هی دستت بالا باشه. بعد مربا اینجوری نبودش که مثلا یک بار بزنی میکروفونت باز باشه، نه بعد نگه داری، مثلا همینجوری داری با معلمه داری فک میزنی همینجوری نگه داری، بعد یه وقت دیگه قطع نمی‌شد. آره یه موقع مثلا یارو داشتش با مامانش حرف خیلی می‌زد. از سوتیای کلاس آنلاین سر این بوده، خیلی هاشون واقعا فل بداهه بوده. به خاطر همینه یارو مثلا روشن مامانش داره حرف میزنه، اون داره جارو برقی میکشه. یادم یکی قشنگ داشتش مثلا کنفرانس میداد، بعد یکی از رفقا مثلا میومد میگه که داداشش ازش میپرسه که این کیه، بعد میاد میگه که این یارو آمیمال مثلا کلاسه. بعد دقیقاً هم چیزش روشن، میکروفونش روشن و داغون. اصلا میدونم همین اتفاقات میافتاد. ببین اصلا دوره خوبی نبود، یعنی ما اصلا درس نخوندیم، یعنی کلا مسخره بازی بود، به چیز درس نبود. من نصفشو شمال بودم واقعا. آره اصلا بچه‌ها همه خواب تو تخت خواب. بعد مثلا حاضری میزدی، سلام مثلا من حاضرم مثلا اینجوری. بعد نظرسنجی یه سریا میذاشتن تو شاد، این نظرسنجی رو که میزدی یه وقتا نه نوشته بود من حاضرم، پایینش نوشته بود غایب. کدوم خریم؟ حالا اونو ولش کن. یه وقتا میزدی باگ میخورد دیگه نمیتونستی بزنی، بعد میمدی به مدیر و اینا ثابت میکردی که من حاضرم. من حاضرم، ولی دقیقاً یادمه یارو نوشته حاضر بعد پایینش نوشته غایب. تو انتظار داری که تایید معلم خیلی منطقی تره تا اینکه یارو مثلا غایب. یه سری میزدن تایید معلم، بعد نمیتونن هم چیز کنن که عوض بکنن، چون یه دونه نمیشد نظرسنجی بذارن، باید حداقل 2 باشه. اون یک چرت می نوشتن. بعد هیچ کلا اینجوری بودش که ما مثلا امتحان و اینا ازمون میگرفتن، کتابامو که اصلا من کتابای 7 و تا یه حدودی 8 هم اصلا دست نخورده است، نوع آکبند. آره کامل نوع آکبند. یعنی کلا اینجوری بودش که میمدن از ما امتحان میگرفتن، مثلا یه درسی میدادن، جزوه میفرستادن، عکس میفرستادن، امتحان میگرفتن و تو امتحان هم که کلا تقلب بود، یعنی اکثر بچه‌ها داشتن تقلب میکردن، اکثریت همه یه جوری اینقدرم حال میداد. آره یه سری کانالا و گروه‌های تلگرامی تشکیل شده بود. خب
تو داشتی؟ نه. می اومدن توش مثلا عکسای جزوه و اینا برای هم میفرستن. مثلا یه نفر میگفت سلام من پایه فلانم، این آزمون فلانم، لطفا برام حل کنی. بعد براش حل میکردن. بعد یه سری رایگان این کارو میکردن، یه سری پولی که اشتباه میگفتن اکثرا، یه سری پول میگرفتن. آره اونا خیلی چیز بود. بعد خلاص همه تقلب میکردن. بعد من مثلا کسی بودم که مثلا نمره هام خیلی بالا نبود، ولی سال هفتم مثلا تو اوج بودی. زیر 19 ندارم. سال هفتم زیر 19 ندارم. ایوه. آره کلا دوره خیلی عجیبی بود و به نظرم الان که بهش نگاه میکنیم خیلی باحال بودش که تو خونه میخوابیدیم و مثلا خیلی حال میداد. خیلی حال میداد. ولی خب دوره کرونا روزی مثلا 500-600 نفر یه روزایی میمردن و اینجوری و ناراحت کننده بود برای افراد نزدیکت رو وقتی که می‌دیدی یهو مثلا. البته برای دانش آموزا که نه. آره فکر نمی‌کنم دانش آموزا باز نمیمردن اونقدر. ولی ربطی داره؟ من میگم ناراحتیشو دارم میگم. آها مثلا تو ناراحت نمی‌شدی مردم میمردن؟ میشه. نه چرا گفتی؟ آره. چرت و پرتی کرونا مردن. یادت آلارم باید میذاشتیم مثلا؟ آره آلارم هم باید میذاشتیم فلان. بعد زیر تخت خواب بودیم. من یادم معلم‌ها زنگ میزدن به خودم که آقا مثلا فلانی چرا مثلا حاضر نیستی؟ حاضر شدی دیگه لامصب. بعد همیشه هم زنگ اولیه مثلا مزخرف ترین بود. آره. بعد هر چقدر زنگ هی میرفت جلوتر دیگه کم اهمیت تر میشه. مثلا زنگ آخر داشتی بازی گیم داشتیم می‌زدیم. آره دیگه زنگ آخر دیگه اصلا معلم خودش هم براش مهم نیست، چه برسه مثلا تو. بعد شما معلمی داشتین که بگه وبکم بده؟ متاسفانه آره معلم ریاضی بود. معلما بودن که باید حتما وبکم میدادی و طرف باید قشنگ میدیدت. آره که داری اینو حل میکنی و تقلب نمیکنی. و دقیقاً یادمه مثلا مال ریاضیمون اینجوری بودش که یه بار وبکم باز کردم، بعد من داشتم پایین نگاه میکردم، گفت پایین نگاه نکن، تو چشمای من نگاه کن و جوابو بده. خیلی عجیب بودن واقعا. دوره باحالی بود، یعنی خوش گذشت به ما. کدوم مدرسه بودی؟ من دیگه از هفتم به بعد دیگه اومدم طالقانی دیگه. کلا دوره اول متوسطه با طالقانی بودی. تو هفتم هم بودی؟ بله من و تو با هم دیگه توی مدرسه بودیم. توی یک کلاس بودیم؟ یادم نمیاد. من اصلا نمیشناختمت. آره ما هم دیگه رو اول نمیشناختیم. من سال سوم آخراش تو رو مثلا با رفیق شدم. آخراش. آره تازه آخراش. ترم دوم مثلا به بعد. آره و اینش هم خیلی جالب بود. سال هفتم ما هم من یادمه که ما با هم دیگه همکلاسی نبودیم. من یه اکیپ 4 نفره داشتیم توی تلگرام و هم توی شات داشتیم هم تلگرام و اینا و فقط کال آف دیوتی موبایل بازی می‌کردیم. چقدر هم دوره تباهی بود. الان یه بهش نگاه کنم چقدر کال آف دیوتی اون موقع رو مود بود. الان هم هستا ولی آره اون موقع اصلا رو اوج بود. به خاطر اینکه چیز دیگه مدارس آنلاین، بعد بچه‌ها موندن با رفیقاشون چیکار کنن بیرون که نمیتونن برن پارک، نمیتونن برن، فقط گوشی است. آره و چی بهتر از یه بازی آنلاین موبایلی و هر چقدرم که یک جنگی باشه شوتر باشه دیگه چه بهتر. اون مواقع خیلی واقعا حال میداد به من. و تو الان با کال آف دیوتی جدید حال میکنی یا قدیمیش؟ اصلا دیگه میدونی خیلی وقت اصلا بازی نکردم هیچ کدوم دیگه، هیچ چیزی دربارش نمیدونم. من ببین قدیمشو نمیدونم چرا ولی بیشتر دوست دارم. یعنی خیلی جالبه. یه فکتی هست میگن شاید که بیشتر اون موقع بهم خوش میگذشته. یعنی دقیقاً همین. میگه که هر کسی میاد میگه که گذشته من چقدر بهتر بود. یه فیلم هست به اسم میدنایت این پاریس سال 2011. دقیقاً همینه. یه آقایی هست فکر کنم سال 2011 مثلا 10 سال پیش. بعد یارو توی هنر و اینا مثلا علاقه داره، میخواد یه دونه مثلا کتابی بنویسه، ولی زنش مثلا میگه که تو چی میگی بابا، تو مثلا چرا منتشر نمی‌کنی، چرا فلان نمی‌کنی، و یارو هی مونده که درباره چی بنویسه و اینا. یه درشکه یه کالسکه جلوش سوار میشه و یه شبی میره اونجا سوار اون میشه. بعد نیم ساعت بعد وارد دهه 20 میلادی میشه، 1920، یعنی 100 سال پیش. همه مثلا اونجا حرف میزنن. بعد این یارو هم از قبل خیلی دوست داشته دروازه وا میشه. نه یه جور دروازه وا نمیشه، وارد یه دونه کالسکه میشه نیم ساعت مثلا دقیقاً داره خیابونا رو میره. بعد میدونی نشون نمیده به ما که چی باعث میشه اون بره سال 1920. یهو کات میخوره میره سال 1920. اینو نشون نمیده که چه جوری میره سال 1920. سوار این درشکه میشه و میره. بعد با مثلا خفن ترین آرتیستا و هنرمندا و نقاشا و نویسنده ها روبرو میشه، خوشگل ترین آدما، همه اینا. حالا خیلی جالبه وقتی که اونجا بوده همه اینا مثلا میان میگن که
کاش ما بریم به گذشته. به نظر من گذشته خیلی بیشتر حال میداد تا الان. بعد این یارو میاد میگه بابا تو الان در بهترین نقطه تاریخی سال 1920 مهد علم و هنر و همه چی، و سال 1890 میرن و اونجا بازم مردم دارن میگن که کاش ما بریم به گذشته، بیشتر بهمون حال میداد. فیلم داره اینو میگه که از الان لذت ببر، گور بابای گذشته که حال میداد حال نمیداد. به نظر من ببین اون حس و حال مهمه. مثلا تو ممکنه یه پیتزا بخری تنهایی بخوری، یا مثلا بری مثلا کنار کسی که مثلا دوستش داری، یا مثلا خانواده‌ات، بیشتر خوشمزه میشه، بیشتر دقیقاً اون حس و حالم با بقیه خیلی بیشتر به حال میده. خیلی جالبه این که میگن که آقا در آخر از همین جایی که هستی لذت ببر. سال هفتمت سال خوبی بود، سال خوبی نبود، مهم نیست. خیلی هم میگن آخه مثلا سال کاش 1300 به دنیا میادیم، 1300 و مثلا 50 دنیا میرفتیم، 1357 مثلا. آره نظرت چیه؟ نظر من یک این که مردم یه جمعی شده میان میگن که اگر ما سال 1357 22 بهمن بودیم تظاهرات نمی کردیم فلان نمی کردیم. به نظر من این یک تفکر اشتباهیه. سیاسی نیستیم البته. نه یه کوچولو دربارش حرف بزنیم. خب این که اون افرادی که این حرفو میزنن الان میان میبرن 90% باز هم رأی آری میدادن. من شرط میبندم. ببین به خاطر اینکه اوضاع اون موقع رو که میدیدی طرف اینجوری نبودش که به آیندهش نگاه کنه ببینه که چه اتفاقی مثلا قرار برش بیفته، اتفاق خوب اتفاق بد. به اون موقعش داره یکی بهش میگه که آقا بیا فلان کنیم، بیا داستان کنیم. چرا به حرف اون اعتماد کرده؟ چرا به چه مدرک و چه سندی اعتماد کرده؟ به خاطر اینکه از وضعی که داشته ناراضی بوده. واقعا کلا چرا مردم همیشه از وضعشون ناراضیان؟ یعنی هر جا که باشن ناراضیان، همیشه یه چیزی ناراضیان. ببین به خاطر یه چیزی هست به اسم اینکه انسان سیری ناپذیره. انسان سیری ناپذیره یعنی چی؟ یعنی که من برای خودم یه هدف میذارم، میگم که خب بیام من کار کنم برم فلان لپتاپو بگیرم. آره اینو بخرم. خب فلان لپتاپو خریدم، بعدش چی؟ خب اگه من سیر بشم که دیگه میدونی مشتاق نیستم که کار دیگه بکنم، بمیرم دیگه. خب میرم میگم که من فریز بذارم برم کار کنم برم فلان ماشینو بگیرم، بعد دوباره میرم کار میکنم. خب ماشین رو گرفتم، خب که چی؟ بعدش چی؟ بعد یه مدتم که اثرت میفته دیگه. دقیقاً کنسول هم همین جوریه. دیدی یه کنسولو میگیره اولش میای میگی تو رو خدا من اینو داشته باشم، حالا 2 هفته بگذره از اون کنسول خسته میشی واقعا. دقیقاً. و اون یه چیز بهترم بعد 2 هفته اونم چیزش تمومی نداره. خب حالا رسیدیم به این که چرا مردم ناراضی‌ان. ببین ناراضی بودن مردم، مثلا الان تو به وضعیتت ناراضی؟ به وضعیت کشورم آره. وضعیت خودت چی؟ وضعیت خودم نه. آها یعنی اوکی. آره. خب وضعیت کشورت هم به تو هم بستگی داره. مثال بحران بی‌آبی و بی‌برقی که الان ما یک مثالی که داشتیم به من هم ضربه زده. خیلی جالب بود. ما الان داشتیم توی ایران شهر داشتیم میگشتیم و کافه های خیلی زیاد و جذاب و خیلی خوشگلی داره و دیده بودیم مردم چقدر قیافه هاشون زشت شده بود، اینجوری که یارو مثلا یه سیگاری داره میکشه اصلا گرد، بعد همه مثلا آرایش هم چیز شده، مثلا دختره اگر آرایش کرده بود قشنگ آرایشه ریخته، بعد میدونی در هم کثیف شده، اصلا افتضاح. و این بی‌برقیه رو همه تاثیر گذاشته روی اون مغازه داره، روی اون فلانیه. و این ناراضی بودنه با چی حل میشه؟ با تغییر حل میشه. به نظر من سیاسی بودن اپیزود سیاسی رو از همینجا باز میکنیم دیگه، بقیه‌شو به نظرم تو زندان ادامه وارده. به نظر من که سیاسی بازی رو تمومش کنیم و بریم سمت ادامه کلاس هفتممون. کلاس هفتم من هم همینجوری گذشت. چیزش هم عالی بود، خوردادش هم عالی بود. یعنی امر میکردی رفیقات برات جواب امتحان رو میدادن، فقط 5 دقیقه مثلا از امتحان بگذره. بعد یه سریا بودن این خرخونا و اینا، بگو دوباره. یه سری از این خرخونا و اینا بودن. خب
تقلب نمیدادم، بعد مثلا اسکرین شاتشو میرفتم میدادم به مثلا معلمه. تو داشتی همچین چیزی؟ از این نفوذیا؟ آره. نه خدا رو شکر. میدونی کی بود واسه من؟ یکی اون چنارانی که حالا میگیم کامل چنارانی گور بابات راجبش صحبت میکنیم. آره. نه گناه داشت واقعا. اسپیناف چنارانی. بذار بریم جلوتر میگیم. خب چنارانی دیگه که چنارانی فکر کن پسر از مشهد اومده بود، یه دونه رفیق داشت جیمی نوترون. جیمی نوترون رو میدیدی؟ نه جیمی نوترون کیه؟ جیمی نوترون یه دونه کارتون بود که چیز بود، خیلی شبیه بنتن مثلا بود، یارو خیلی چیزای فضایی داشت. بعد این یه دونه رفیق داشت کلاش خیلی کشیده بود، عینک هم داشت، خود چنارانی بود یارو، خود یارو بود. بعد سال هفتم هم گذشت. اسمش چی بود بگو بزنم تو اینترنت؟ جیمی نوترون. جیمی خب اینو که دیگه نوترون نمیذاریم. آها دقیقاً جیمی نوترون خود چنارانی بود، خود جیمی نوترون بود، رفیقش نبود. اینم هاشمی نسب. بعد اون رفیق گامبالوش هم خود هاشمی نسب بود. آره حالا فکر کن این پادکست رو بشنوه. ببین یعنی این همکلاسی که ما داشتیم از یه قدمی پادکست هم رد نمیشه، اصلا نمیدونن پادکست یعنی چی. سال هشتم بود و ما هنوز همدیگر رو نمیشناختیم. تقریبا تا وسطا، یعنی تا مثلا بهمن ماه یه ذره عقب‌تر کلاس آنلاین بود بازم، یعنی بازم کرونا و اینا بود. یادمه نیمه دیگه اول کم کم واکسن و این چیزا اومد و واکسن زدنم اجباری بود و بعد همه میزدن. سینوفارم بود برای شماره؟ سینوفارم آره. یادمه بوستان گفتگو بود. سینوفارم آره، ما هم رفتیم، منم رفتم همونجا زدم. ببین بوستان گفتگو رو خیلی خوشگل کرده بودن. آره. جدی قرار بود 3 دوز بزنم. آره. من 1 دوز زدم و واقعا به نظرم اشتباه کردیم که زدیم. کردیم که اصلا زدیم. آره. همون 1 دوز هم زدیم. به نظر من اشتباه خیلی بود. از این بیماری‌ها، خیلی از این اتفاقا که الان داره میفته قطعاً از اون واکسنای مزخرفه. آره سر واکسن است. یعنی واقعا اشتباه بود. یعنی باید فقط کاری می‌کردیم که پرهیز کنیم که این بیماری رو نگیریم. آره دیگه. بعد بهترین کار همون بود و دقیقاً آسترازنکا یک جوری دهن آدمو سرویس می‌کرد. آسترازنکا همون آمریکاییه بود؟ نه یه دونه اسم دیگه داشت. آسترازنکا فکر کنم استرالیایی. یونیفارم؟ سینوفارم این مال چینی و مینی و اینا بود. آسترازنکا بعد یه دونه خفن‌تر از آسترازنکا فکر کنم خفن‌ترین بود. فکر کنم یه دونه خفن‌تر از اونم بود که مثلا فقط آقازاده ها میزدن. بذار ببینم چیه اسمش. بالا سریا. بذار سرچ بکنم. یه دونم بود کوبایی بود، اونم بزن، واکسن کوبایی کرونا. بذار وایس چت جی پی تی بپرسم. چت جی پی تی یعنی واقعا گور پدر چت جی پی تی. آخه چرا آدم کل زندگیش چسبیده به چت جی پی تی؟ یعنی چیکار می‌خوام بکنم چت جی پی تی؟ واکسن چی بوده؟ چت جی پی تی. چیکار کنم؟ یکی بنویسم واکسن فلان واکسن. بزنم سینوفارم، برکت، اسپوتنیک که من نشنیدم، اسپوتنیک وی، آسترازانکا، خب پاستوکوک، بذار بقیه‌اش من بخونم. فخراس، سینوک، مدرنا، فایزر اصلا مال آقازاده ها. آره جانسون اند جانسون. بعد جانسون چیه؟ نشنیدم. ولی فایزر اینجوری بودش که مثلا باید نامه میدادن و پارتی بازی و پول داستان و از اونها که واردش نشیم. حالا ما هم خر شدیم گفتیم این تهش شده دیگه حتما خیلی بهتره، خیلی خوبه. کل خانواده فایزر، کل خانواده بجز تو، بجز من. آره. خب بعد اثری داشت؟ کلا همه فایزر زدن. بعدن اومدن گفتن که عمر رو کم میکنه کوچیک میکنه سکته و این چیزا. ایول خدا رو شکر که این اتفاقات پیش نیامد و تموم شد. برکت خیلی آشغالی داره. برکت مثل اینکه آب و نمک بوده. آره ولی یادم قشنگ رفتیم. آره رو یادم رفتیم بوستان گفتگو، بعد یه دونه از این اتوبوسایی که توی حرما میذارن دقیقاً از این بالا تا پایین. یه سری اینجوری بود، یه سری باجه بود، پرده داشت واسه اینجوری بود. پرده رو میبست میزد. یه خانم بود، بعد مثلا میتونستی بهش یه پولی بدی که اینو خالی کنه تو سطل آشغال، یعنی واکسن رو بزنی تو سرنگ خالی کنه تو سطل آشغال، امضا بزنی که زدی. اینجوری هم میشد. یه پولی بعد میدادی. ولی وات واقعا؟ آره بود، همچین چیزی بود. خود طرف میومد بهت میگفتش که نه میتونستی بهش پیشنهاد بدی. پیشنهاد رشوه. آره پیشنهاد رشوه. مثلا بگی من 1 میلیون بهت میدم، اینو بریز تو سطل آشغال مثلا برای من بزن. چون مثلا برای یه سری چیزای اجباری بود دیگه، مثلا یه سری بعد میرفتن سر کار، فرودگاه که می‌خواستی بری بعد میرفتی. یه سری میرفتن مدرسه، دانشگاه، اینا حتما می‌زدن. آره
سر اون میتونستن پولی بدن نزنن. چقدر جالب و عالی. آره خلاصه خیلی دوران باحالی بود. بعد خیلی هم درد داشت واکسنش. درد میگیره. ببین وقتی که یارو میومد میگفت هیچ چی درد نداره، بعد هیچ نیست، تأکید میکرد روی اینکه هیچ چی درد نداره، یعنی تموم شد. یعنی بعد یه سریا می اومدن میگفتن که بهمون آهن میچسبه، آهن ربا شدن، هر چی فلز بوده یا بهش واکسنه که میزدن میگفتن آهن ربا شدیم و نمیدونم ماورا طبیعی شدیم. دقیقاً اینا که واکسن خفن تر میزدن، چشم سوم. بعد تو اینترنت هم نشون میدادن مثلا یارو قاشق بهش میچسبید. واقعی بود اینا. والا مثل همون پیامای واتساپی میمونه که میگه بزن روی لینک زیر و گوشیت 100% پر میشه. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحیم، صوت صفیری بلبلی، اینام عین همونه و هیچ کدومشون هیچ گونه صحتی شما ندارن. واکسن چی زدین؟ پدر من که اصلا و ابدا هیچ گونه به واکسن هیچ گونه اعتقادی نداشت و میگفتش که همه اینا مزخرفه. مامانم و خواهرم و داییم با هم دیگه رفتن یه سری از جاها بودن که تو ماشین بهت واکسن میزدن. آره. ماشینی میرفتی جلو، بعد یه دست پیرن رو میدی بالا، واکسن رو میزنی و آسترازنکا زدن و 3 روز کامل خسته بیحال در تخت خواب و ما ازشون پرستاری میکردیم و فکر کردیم که اصلا کرونا گرفتن. یادت 2 حزب شده بودن، یه سری بودن که میگفتن واکسن نزنید، یه سری بودن میگفتن بزنید. آره. بعد اینجوری بودش که اونایی که میگفتن نزنید، اونایی که میگفتن بزنید اونا رو مسخره میکردن. اینا هی گفتن شما مثلا علمو مثلا دارید میپیچونید و این حرفا. از این حرفا. آره. بعد دیگه واکسن رو زدیم، یه دوز قرار بود 3 دوز بشه که ما دیگه نزدیم دیگه. کلا خورد به تموم شدن کرونا و اینا. کلا آره داشتیم اینو میگفتیم کرونا دیگه کم کم تموم شد و مثلا ما از آذر ماه بهمن ماه دیگه دقیقاً یادمه ترم اول امتحاناشو رفتیم حضوری دادیم. آره یعنی درس و مجازی خوندیم، امتحان حضوری دادیم و چقدر ناعادلانه، ناجوانمردانه. یعنی من قشنگ یادمه فکر کنم هیچ کدومو قبول نشدم یا مثلا یه دونه 2 تا رو قبول شدم. نه خب ببین معلمام تو اون دوره خیلی چیز میکرد. بعد مثلا اینجوری بودیم که ما مثلا حتی مثلا تا نهم هم میگفتیم آره ما درسمون رو آنلاین خوندیم. آره بهونه رو داشتیم همینجوری با خودمون میکشوندیم جلوتر و جلوتر. بعد معلمام یه کارتخون میآوردن میگفتن بریز به حساب. قشنگ یادمه اون موقع انقدر پول رد و بدل میشد. چقدر معلما مخصوصا حالا نمیدونم تو رو نمیدونم ولی چقدر از منطقیدن. آخ. یعنی اگه اون پولا رو جمع کنم فکر کنم الان بتونم یه دونه 206 تیپ 2 بخرم. آخ. خیلی یعنی اصلا هم از مدیر بگیر، از معاون بگیر، از نمیدونم آبدارچی بگیر، از نمیدونم معلم بگیر، همه ماشاءالله. و قشنگ یادمه که سال 8م هم که بودیم ما باز هم همدیگر رو نمیشناختیم تا وقتی که ببین سال اصلا تو میرفتی اون ور میشستی، من اصلا کلا یعنی تو سمت راست کلاس بودیم، من چپ کلاس. خیلی با هم فاصله شدیم. اصلا هم مثلا با هم چش تو چش و سلام و اینا نمی‌کردیم. آره. کلاسمون هم 35 نفره بود، زیاد بودیم. آره. یعنی 3 ردیف نیمکت داشتیم. و خیلی جالبه یه چیزی که می‌خواستم بگم این که انتخاب دانش آموزا برای یک کلاس شاید برای اون کسی که انتخاب میکنه یه حرکتیه که خب دیگه مثلا اینو میذاریم اینجا اونو میذاریم اینجا، الان که سیستمیه. آره ولی سرنوشت آدم رو واقعا تعیین میکنه. یعنی من و امیرعلی اگه با هم دیگه هم کلاس نبودیم نه پادکست همصدایی وجود داشت، نه من و امیرعلی در کنار هم بودیم، نه این همه اتفاقات خوب رو در کنار هم رقم میزدیم. و میگم برای یارو اصلا مهم نیست ولی طرف داره سرنوشت ما رو تعیین میکنه. یعنی یه اسمو جابجا بزنه، یه اسمو بزنه بعد پاک کنه. یه ترتیب چی بود؟ الفبا یا حروف؟ اوایل یادم الفبا بود ولی اینجوری میکردن که 4 تا آ تو اینجا داشته باشیم، 4 تا ب اینجا، 2 تا چه. بعد نه مثلا اینجوری بودش که خوبا رو میذاشتن، 2 تا خوب میذاشتن، 2 تا معمولی، 2 تا. دقیقاً اینو از کجاشون میآوردن؟ من آخه سال 7م که نمیدونستن، سال 7م که نمیدونستم مثلا خوبو کجا بذارم. ولی قشنگ یادمه سال 9م اینجوری بود، یه دونه شهر، یه دونه متوسط، یه دونه با قارچ و پنیر، یه دونه مثلا خالی، یه دونه ویژه و اینجوری میرفتم. و سال 9م عجب سالی بود. آره واقعا سالی است که تکرار نخواهد شد. سالی بودش که 8م یادت چقدر سخت بود درساش؟ سال 8م عجیب غریب سخت سال بود. 8م از
فکر کنم تا همین الانش هم از همه سالمون سخت‌تر بود، مخصوصا علومش. یعنی اونایی که از هر کسی هم بپرسید الان هشتمو گذروندن قطعا میگن علومش واقعا افتضاح بود. علومش راجب مخچه و بدن و مغز و یه درسش شاید مثلا آدمو قلقلک می‌کرد مثلا جالب بود، ولی بقیه‌اش دیگه چیز راجب تخم گذاری و اینا هم بود واسه جوجه و اینا. آره خیلی جالب بود. ولی سال هفتم خوب بود، سال نهم هم خوب بود. هشتم ببین به نظر من تا همین الانشم که ما 11مو تموم کردیم به نظرم سخت‌ترین سال بود، مخصوصا علوم و ریاضیش. دهن آدمو سرویس میکرد. ولی خدا رو شکر اونم گذروندیم و رفتیم سال شیرین، جذاب و عالی نهم. البته از ترم دوم بریم بعدش. آره بذار ببین سال نهممون خیلی باحال بود. بذار من از اولش تعریف کنم. باش برو تو کارش. ببین اینجوری تصور کن که 3 ردیف تو کلاسمون نیمکت بود و 3 ردیف 6 تایی فکر کنم. هر ردیف فکر کنم 6 تا بود. آره نمیدونم. من ردیف اول سمت چپ بودم. آره سمت در باز میشه. آره همونجا. علیم راست دم پنجره نیمکت اول. آره. یعنی دقیقاً مقابل متقارن هم دیگه. آره منم دقیقاً روبروی معلمه بودم. من دست راستم اول سال یه آدم ورق، یه آدم چنارانی واقعا عجیب. ببین خیلی آدم چیزی بود، ساده و یه بیوگرافی ازش بدیم. مثلا شاید مثلا اگر میدیدیش سنش مثلا به زیر 7 سال میخورد اینجوری. آره از لحاظ همه چی، از لحاظ عقلی یه ذره مثلا با مثل بقیه بچه‌ها نبوده که مشکلی داشته باشه، مثل بقیه نبود. یعنی نمیتونست ارتباط بگیره با بقیه، نمیتونست مثلا اون حرفا که بقیه میزنن مثلا راجع به کالاف و راجع به نمیدونم فلان و فلان و فلان، اون نمیتونست راجع به این چیزا صحبت کنه. خلاص خیلی آدم عجیبی بود. بعد از مشهد هم تازه اومده بود. آره از مشهد و آدم درونگرایی هم بود. کرده بودن. دقیقاً مثلا از اوناست که مثلا بعد پرو 2 دقیقه ببینیش تست MBTI رو میتونی تشخیص بدی. آره IQ منفیه و آیکیوش ضعیف بود ولی درسش خوب بود. آره درسش خوب بود. آره. بعد اینجوری که مثلا معلمه میاد میگه که فلان چیزو مثلا بگو، بعد مثلا اینجوری دهنش مثلا اینجوری که نمیتونم ببین این بچه بودش که آب دهنش راه میافتاد. آره. و اونجوری اصلا بعد کلاس ببین وایسا مهره مار داشت، یادته؟ یعنی چی؟ مهره مار داشت میرقصید تو کلاس. آره حرکات زنونه. بعد خیلی لاغر بود مثل همون جیمی نوترونی که گفتی. جیمی نوترون خیلی کشیده، خیلی لاغر. آره بعد چلوس. آره بعد کلش هم بیزی طور بود اگه یاد باشه. آره کله قند بود. حالا فکر کنی داره میشنوه. بعد هاتی بهت گفتم دیدمش سال 10 بودم، مترو شهرک آزمایش رفتی تا حالا؟ نه اینقدر همینجور تو سراشیبی هی میری پایین. خب. بعد من داشتم همینجور میرفتم پایین، این چنارانی داشتش میومد بالا. بعد با هم دیگه یه آی کانتکت داشتیم در حد 1 ثانیه، یه چش تو چش و یعنی شناخته. آره بعد توی اون چش تو چشمه اولش مثلا با یه روی باز داشت نگاه میکرد، وقتی که اون 1 ثانیه منو دید قیافش 180 درجه عوض شد و اینجوری که دهنت سرویس تو این 1 سالی که من با تو بودم چقدر مثلا سرویس کردی منو و رفت و هیچی هم نگفت. آره داشتم میگفتم خلاصه این بغل دستی من بود. بعد من برای چی اینو بغل دستی چیز کردم؟ برای تقلب. واقعا هیچ هدف دیگه ای نداشتم. بعد اصلا هم با هم نمیتونستیم حرف بزنیم. یعنی مثلا من بهش میگفتم که آره بیا تو تلگرام مثلا با هم، یا مثلا تلگرام یا دیسکورد بیا با هم مثلا صحبت کنیم راجع مثلا فلان چیز. بعد اون میگفت نه من اجازه ندارم تلگرام نصب کنم، ایتا یا واتساپ. بعد میگفتم خب نصب کن. بعد میگفت نه نمیدونم فیلتر شکن میخواد. گفتم بیا فیلتر شکنشو میریزم برات با شرید، بیا بریز. میگفت نه فلان ایتا و اینا، تو فاز ایتا و اینا بود. و دسته فکر کنم بزرگشه، فکر کنم خیلی هم نماز خونه و این چیزا، فکر کنم بزرگشه این بسیجی و از این چیزا 100% یه دونه از اینا رو بغل میکنه، از این بسیجیای درونگرا. بعد حالا این جای امیرعلی بود، دقیقاً جایی که من بودم. پشت سر من بذار بگم 2 نفر بودم اسم جابری و یکی دیگه هم بردیا. یه جابری و چیز پارسا آفرین. آره. پارسا چی؟ دلیری. آره. جابری چی بود؟ آرتین.
آرتین دلیری، آرتین جابری و پارسا دلیری، این 2 نفر شر خار و مادر. ببین یعنی کل کلاس یه طرف، این 2 نفر یه طرف، انقدر اینا عجیب غریب بودن. بعد پشت سری من بودن، همینطور راجبه نمیدونم انواع مواد مخدر، راجبه دختر، راجبه نمیدونم تولد، نمیدونم میگفت بیا تولد به یه مهمونی بگیریم، فلان دختر و فلان دختر تولد کنیم. بعد اون میگفتش که نه مثلا این خوب نبود، اون یکی محصای نمیدونم فلانه بهتر بود، اون یکی خوب نیست، این اینجوریه. اون بعد من اینجوری بودم که اینا رو نگاه کن، من تا حالا یه دختر مثلا تو عمرم مثلا از فاصله 10 متری مثلا نزدیکتر ندیدم. بعد اینا داشتن تعریف کردن آره تولد بگیریم و نمیدونم فلان کنیم. خیلی عجیب بود برای من. بعد من مثلا اینا هی زرزر میکردن، من مثلا میخواستم درس بخونم، میخواستم چیز بخونم، اینا هی ور حرف میزدن. من میگم خفه شو، دارم میخوام درس بخونم. دقیقاً یادمه. یه بارم سر این داستان دعوامون شد یادته؟ آره یه دونه. حالا سمتی که من بودم، سمت چپ من تو بغل دستی یه پسره بود که عاشق چیز بود، سفید بود. خودم بگم عاشق چی بود؟ عاشق خانوم شهره سولتی بود. ببین یعنی با چه دانه. ببین ما اونجوریشو داشتیم، بعد مثلا دقیقاً برعکس اون میشد جابری. آره که مثلا میرفت باشگاه و نمیدونم خیلی سلفکر و هم به خودش میرسید هم دختر. بعد اونجوری هم داشتیم که شهره بره کنسرتشو. و این آدم ببین بلیطای شهره رو پیش خرید میکرد. دقیقاً. و این آدم برای خودش از شهره یک بوت ساخته بود، همه عکسای پروفایل خداش بود، هنوزم هست. ببین هنوزم دارمش. آره ایتا و سور هر جایی بود. بعد بقیه فکر می‌کردن این اکانت فیک مثلا شهره سولتیه. آره. این آدم فن پیجش بود. بعد پیج اینستاگرامش قشنگ یادم هنوزم دارم. و شهره سولتی یه دونه برنامه داشت توی من و تو که مردم مثلا پیام میذاشتن و اینا. این آدم 17 بار پیام گذاشته بود، هر برنامه که میشد هی پیام میذاشتش که سلام شهره خانم، من چقدر شما رو دوست دارم، من چقدر شما رو فلانم و اینا. و 16 بار صدای این رو پخش نمیکنن تا موقعی که میرسه دفعه 17 هم. و این آدم انقدر ذوق میکنه که از فرداش یه جوری میاد مدرسه و انقدر خوشحاله که بالاخره دیگه با من صحبت نکن دیگه. صداش توی اون برنامه شهره پخش شد و شهره گفتش که خیلی ممنونم عزیزم. و این خیلی ممنونم عزیزم انقدر براش خوشحالی داشت که اصلا حد نداره. شهره سولتی یه دونه کنسرت داره، یاد میاد؟ نه که توش یه اتفاق میاد. آره دقیقاً. و من هر لحظه اینو میکردم تو چشم این بچه و توی غیرتی میشد. آره یعنی اینجوریه که مثلا این ناموس منه، مثلا بهش چش نکنید. و دقیقاً خیلی طرفدارش بود. و دقیقاً این اتفاق برای شهره سولتی میفته، اصلا عجیب غریب. بعد حالا سمت چپ منم ایشون بود و آره یعنی دقیقاً مخالف هم دیگه، 2 تا آدم ورق داشتیم. و خیلی جالبه، هم من امیرعلی رو پیدا میکنم، هم این 2 تا بچه هم دیگر رو پیدا میکنن، چنارانی و این پسره به هم رسیدن، فیل این لاو میشن قشنگ به هم رسیدن. یه مدت هم اون پسره بغل دستی من بود. آره بعد یادم چنارانی اومد پیش تو، اون اومد پیش من. آره هی جابجا میشینیم تا اینکه بالاخره دوباره سواب کردیم، دوباره سویچ کردیم، من و تو با هم شدیم، اون 2 تا هم با هم. و دیگه گفتیم دست بهش نزنیم. یادت باره این پسر اسمش چی بود گفتی؟ این پسره که فن شهره بود واقعا یادم نمیاد. دقیقاً از این اسما یه چیزی با آ شروع میشه و با نه اینجوری مثلا یاد آرتیما اپتیما بذار سرچ بکنم. خب بعد حالا اینجوری بود دیگه تا وقتی که ما سواب کردیم. یه مدت هم اومد پیش من. آره ولی بالاخره دیگه من و تو شدیم بغل هم. هاشمی نسب گامبالو پشتمون، هاشمی هم بغلمون. هاشمی هم خیلی جالب بود. من سال 3 با روحام هنوز پیام میده به من، میگه کلاسی بودیم، میگه چیز بنر جشنواره رو بزن. چیه اون؟ شورای مدرسه. بعد روحام سال 3 ما با هم دیگه هم کلاسی بودیم و ایشون کل کلاس رو برای تولدش خونهشون دعوت کرد. منو چرا دعوت نکرد؟ تو کلاس 3 باش هم کلاس نبودی. دارم میگم کلاس 3. کلاس 3 دبستان؟ بله 3 دبستان. با هم بودیم؟ آره با هم بودیم
و تا کلاس 9 ما با هم دیگه هم کلاس بودیم 6 سال. بعد وقتی که باش هم کلاس بودم برام یه دونه از این کارتای دعوت خوشگل و مثلا روش وینی پو و اینا داشت. یه خونه مثلا 80 متری رو فرض کن، 2 خوابه. بعد چیزه مامانش بود تنها و 37 تا بچه، 37 تا بچه در یه خونه 80 متری، یعنی هر 2 متر یه آدم بود با مامانش و خودش، مثلا 40 نفر مثلا می شدیم و یعنی هر 2 متر دقیقا 1 نفر و انقدر این خونه پر شده بود از آدم که من داشتم میمردم. بعد موزیک تولد اندی تا خار و مادر فول با اسپیکره. آره با این اسپیکره که بغل چیز میزنن، بغل تلویزیون مثلا 2 تا اسپیکر میذاشتن اون موقع دقیقاً سینما خانگی. آره از این سینما خانگی ها و صدا تا ته زیاد و ما مثلا برقصیم و اینا تا وقتی که مامان دید جواب نمیده رفت فلششون آورد برامون باب اسفنجی گذاشت تا وقتی که نهارشون به نظرت چی بود؟ نهار اکثر تولد چیه؟ ماکارونی؟ نه. استانبولی؟ نه. بندری؟ نه. اولویه قطعا نبوده. اولویه بوده طبیعتا. بندری کی میده؟ و یه اولویه‌ای درست کردن، فاجعه تاریخ بشریت. و ما مثلا 1 ساعت داشتیم گلچین باب اسفنجی همینجور نگاه می‌کردیم. گلچین یعنی چی؟ یعنی گلچین یعنی که مثلا 10 تا قسمت. بعد حالا گلچینش چی بود؟ یا تو اون موقع یه چیزی اومده بود به اسم یه دیویدی اومده بود به اسم باب اسفنجی موزیکال. آی چقدر مزخرف بود. چه شتی بود. چقدر مزخرف. یعنی بعد مثلا اول اصلیاش هم یه جاهایی میذاشتن تو سی دی ها. آره دیگه مثلا بعد می‌کردی بره. آره بعد خیلی مزخرف بود. بخاطر چی درست می‌کردن اینا؟ بخاطر اینکه همش موزیک بود، 1 ساعت موزیک خالص و هیچی از فقط انیمیشن مثلا یه تیکه ادیت شده. پرتی بود واقعا. و من وقتی که دیدم اینه و این موزیکی همینجور پلی میشد اصلا داشت حالم به هم میخورد و انقدر فکر کنم مثلا 1 ساعتم برای اون اولویه منتظر شده بودی و با یک چیز فاجعه طرفی، با سس مایونز و خیارشور طرفی. به به. فقط همین دوتا. حتی سیب زمینی هم احساس میکنم که نداشت. و وقتی سیب که زمینی مگه میزنن به اولویه؟ پس چی میزنن؟ سیب زمینی و تخم مرغ از پایه اصلیشه. سیب زمینی نداره ها؟ سیب زمینی داره. بله برو از چت جی پی تی بپرس. بعد وقتی که مامانم اومد دنبالم، من فکر کردم که یک فرشته نجات اومده من از این جهنم بالاخره خلاص کنه. و بعد بازی اینا نکردن مثلا صندلی بازی و نه با 37 نفر چی جوری میخوای صندلی بازی کنی؟ بعد 36 تا صندلی داشته باشی. 36 تا صندلی. راندی بازی می‌کردی؟ هر راندی نه بابا اصلا که حوصله‌شو داره. همینجوری مامان فقط می‌خواست ما رو خفه کنه، 1 ساعت برای ما با اسفنجی موزیکال گذاشت و همینجوری به هم خوشمزه بود غذاش. دارم میگم اولویه فاجعه بود. دورچین و اینا چی مثلا؟ اولویه نوشیدنی و نه. بعد اولویه هم تو این نونای باگت بود. باگت خشکا بی‌مزه. از این در به داغونا. یه اسمی داشت نمیدونم. باگت. نه یه اسم دیگه ای داره. خشکا نه نمیدونم. اسم عجیبی داره. بعد 6 سال رفت تا سال 9 نونبولکی. نه بابا از اونا نبود. بعد سال 9 بالاخره همدیگر رو دیدیم و ایشون چقدر تغییر کرده. تو میدونی چه جوری منو فهمیدی؟ تو جهت سوء استفاده اومدی چیز کردی. بگو تعریف کن. من یادمه گفتم که ادیتور فلانی ام تو یوتیوب. خب تو گفتی که من میشناسم فلانیو. همون چیزه بود پسر بیا نه عینکیه. آره خب بعد چی دیگه تو اومدی خب بگو برام مثلا اینجوری تعریف کن. خب آره. بعد منم نمیخواستم کسی بدونه بفهمه که مثلا من این کارو میکنم، ادیتور فلانی. خب آره اصلا دوست نداشتم کسی بفهمه. بعد این رفت به همه گفت. بعد دیگه از فرداش منو میدیدن تو مدرسه میگفتن این ادیتور فلانیه. سلام. تو اصلا به درد نمیخوری. بعد می اومدن دورم جمع میشدن، انقدر سوالای چرت و پرت میکردن، انقدر سوالای چرت و پرت. درآمدش چقدره مثلا؟ آره چند ساعت طول میکشه. آره چه جوریه چرت و پرت. مثلا این بعضی میپرسن با گوشی هم مثلا من میتونم ادیت کنم مثلا برای آریا کوکسر. آره کوکسر بیاد قبول کنه که
آقا بیا اوکیه. بعد حالا بذار معلمامون رو بگیم. معلمامون رو اسم ببریم. بذار بگیم. ببین ما مدرسه طالقانی بودیم. معلمامون هم واقعا معلمای 10 از 10 بودن. یعنی معلمی که ازش بعدمون بیاد شاید 1 یا 2 نفر بودن. سال مسترپیسی بود. با اکثر معلما هم خیلی حال میکردیم، هم خیلی اساتید خیلی حرفه‌ای و خیلی کارکشته و پولوسی داشتیم. آقای خرچنگ. این پولوسه از همه مهمتره. من میگم با معلم عزیز دلم اجتماعی شروع کنیم. اجتماعی. تو درست خوب بود. تو همه درس خوب بودی. من درسم عالی بود. من افتضاح بودم و من عاشق این آدم بودم. بعد تو منو میزدی، میگفتی چرا درس نمیخونی؟ آره دقیقاً میگفتم یه برای چالش میذاشتم، میگفتم بابا لام از درس بخونه تو نمیخوندی. حالا درباره معلم اجتماعی، یه آدم کچل رو فرض کنیم. من یه بار دیدمش تو خیابون. ماشینش خراب شده بود. ماشینش خراب شده بود دم یه املاکی توی سمت دریانو اونجاها. ماشینش خراب شده بود و چند تا مکانیکی اومده بودن داشتن ماشینشو درست میکردن. انیمیشن سیمسون ها رو اگر دقت کرده باشید، مثلا بابای خانواده رو فرض کنید ولی مثلا کچلش و مثلا 60 سال، دقیقا یه چیز همون جوری ولی مثلا یکم با قد کوتاه، و این آدم کوله باری از اطلاعات، از خاطرات، رفته چه میدونم آکسفورد و بعد آخرش میده مدرسه دولتی آشغالی. آره 1000 تا دانشگاه خفن و بعد یه خاطراتی با جزئیات خوب تعریف میکرد. مثلا فلانی آمریکایی فلان چیزو کرده بود، با هم دیگه رفته بودن اردو مثلا با دختر فلانی و با همسر و ایناش هم فکر کنم فوت شده بود. آره یادمه فکر کنم، و فکر کنم با خواهرش زندگی میکرد، ولی آخر سر گفتش بازنشسته شدم و سر از اینجا در آوردم. اینش خیلی جالبه. بعد حالا یه بار اومد به من گفتش که بیا یه کنفرانس انجام بده و من انقدر از این معلم حال کردم که گفتم که بیا روشو زمین نندازم. ما یادم بعد عید بود که این رو به من گفت. من قبل عید که میخواستیم بریم شمال، پادکست رخ درباره مارتین لوتر کینگ رو من شنیدم. یه پادکست 2 قسمته حدود 2 ساعت و نیم ایناست. بعد همون مواقع اعتراضات سال 1401 این پخش شد و در مورد ظلم هایی که به سیاه پوستا در همون زمان میشده میشه. یادم اومد کنفرانس تو. یادم اومد. و من اینو شنیده بودم که زنگ خورد نصفه موند. ببین نصفه نموند. من دیدم که 30 ثانیه بیشتر وقت ندارم جمعش کردم. آخرش بود. حالا پادکسته بیشتر محتویاتش درباره این بودش که مثلا توی اتوبوس یه دونه سفید پوست و یه دونه سیاه پوست مثلا بغل هم نمیتونن بشینن، یا مثلا ته واگن فقط برای سیاه پوستاست، یا مثلا سفید پوستا هر کاری میتونن با سیاه پوستا بکنن. خلاصه اینا بود. بعد من اینو شنیدم گفتم که ایول، از قبل عید وقت داشتم. گفتش تا بعد عید تو یه دونه کنفرانس توپ آماده کن، درباره هر موضوعی هم میتونه باشه، حتما نباید مثلا توی درس اجتماعی باشه. بعد من همه اینا رو نوشتم، کلی خوندم توی اتاقم، حداقل 5 بار من این رو میگفتم. بعد یک سری تکنیکای فعل به هم استفاده میکردم. مثلا توی اتاقم که بودم میومدم میگفتم ای فلانی مثلا اینجا مثلا درباره تو داره اجرا میکنم فلان این حرفا. تا بعد حالا بعد عید شده بود، حدود مثلا 1 روز 2 روز مونده بود و من هی روز شماری میکردم تا روز چهارشنبه بشه، زنگ آخر بشه، معلم اجتماعی باشه، من باشم و معلم اجتماعی و بچه ها و کنفرانس من. 2 روز قبلش من یه فیلم رندوم اومدم ببینم. من از سال 9 به صورت جدی شروع کردم فیلم دیدن هر روز یه دونه. بعد فیلمای خفن و اصلا هنری و اینا شروع کردم ببینم. فیلم Do the Right Thing و فیلم در مورد اینه که یک سری سفید پوست اومدن در دنیای سیاه پوستا، در محله سیاه پوستا، و یک پیتزا فروشی زدن، پیتزا فروشی سل، و همه خیلی دوستش دارن، همه خیلی باش حال میکنن تا زمانی که یکی از افراد اونجا میخواد اونجا رو یه تغییر ایجاد بکنه، یه اتفاق میخواد بیفته اونجا. بعد من این رو دیدم و درباره مارتین لوتر کینگ و
مالکوم اکس خیلی درباره اون دو نفر توی فیلم خیلی صحبت میشه و دیدم که ای والا چقدر به کنفرانسی که من میخوام بدم مربوطه و یکم هم از اون الهام گرفتم و شد روز موعود. دویدیم به صحرایی رسیدیم، نمک بود و نمکزار، نه گل بود و نه گلزار، نه کشتی و نه کاری، نه دشت و سبززاری. صحرا به صحرا گشتیم، رفتیم و بر نگشتیم. هی 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 دویدیم. و رسید روز کنفرانس. بله چه روز خوبی هم بود. روزی بودش که من زنگ اول بود روز شماری میکردم، یعنی ساعت شماری میکردم. ساعت شماری. بعد رسید به زنگ دوم، من باز هم ساعت شماری میکردم و رسید به زنگ سوم و من دقیقه شماری میکردم و رسید به زنگ آخر. معلم اومد و همون لحظه اومد گفتش که بیایید درس رو بخونیم، 5 دقیقه آخر کنفرانس میدیم به من. و منی که حداقل 20 دقیقه نیم ساعت کنفرانس آماده کردم همینجوری بگم و گفتش که آقا کلا بیا توی 5 دقیقه جمعشون. آخر سر اون موقع به من گفت آره درسش مونده بود، می‌خواست درس بدونم نمیتونست چیز کنه. بعد آقا به من رسید بالاخره گفتش که بیا کنفرانس رو بده. منم دیگه بالاخره گفتم ای والله کاغذی رو داشتم از رو که بخونم. اولین جمله رو که گفتم بذارم تو جیبم کامل حفظم، تو تهش رو میتونم بگم. همینجوری داشتم میگفتم در مورد مارتین لوتر کینگ و خیلی هم الهام گرفتم به وضعیت امروزی که الان داشتیم، یعنی اون روزی خیلی اعتراضی و سیاسی. آره خیلی داشتم داستاندارش میکردم. معلم ما هم با من در یک فاز بود، خیلی داشت حال میکرد، فقط گفته که خیلی بلند حرف نزن که مدیرا و اینا دیگه نشنون. چون که من اومده بودم الهام گرفته بودم سیاه پوستای اون زمان رو تشبیه کرده بودم به وضعیت خودمون اون موقعمون و توی پادکست هم یه خورده اشاراتی شده بود ولی خیلی کم بود، ولی من خیلی اشاراتو بیشتر کردم و خیلی جالب بود. من همینجوری هی توضیح دادم تا اینکه گفتن 30 ثانیه بیشتر نمونده و یه جوری جمعش کردم انگار که مثلا مثل برگردون رونالدو مثلا مقابل یوونتوس انقدر به من حال داد و یهویی زنگ در رو زد، یعنی در رو زدن و در ما شکست، در مدرسه ما شکست. اون روز بود در افتاد. بله در رو زدن و من داشتم خیلی با اشتیاق حرفا میزدم، میگفتم که و مثلا اینجوری بوده زمانی که سیاه‌پوستا در رو زدن، بعد 2 بار زدن، من انقدر داشتم بلند حرف میزدم نشیدن، دوباره در رو زدن، دوباره نشیدن، لوله‌های در ترکیده بود و دوباره با مشت مدیر اومد مشت زد بده و در افتاد. مدرسه دهزد. لوله‌هاش از قبل دهنش سرویس شده و اینا از قبل میدونستن و محکم آره چند وقت بود لولاه هی لقلق میزد و کشیدیم رو زمین و که نه بابا ایشالله آخر سال اوکی میشه، ایشالله سال بعد اینو داد و من داشتم خیلی با شیقون گفتم تق درم افتاد پرت شد. آره و مدیرم همینجوری مثل یه دونه دومینو اینجوری تاپ بیافتاد زمین. آره دقیقاً مثل یه دومینو تق و یه اوجی گرفت و همون لحظه هم حرفای من تموم شد، کل بچه‌ها ریختن، بعد از سر و کول مدیرم بالا میرفتن، اصلا عجیب غریب. بعد یادمه همون مواقع ما مثلا طبقه دومینا بودیم، بعد بچه‌ها از بالا که میومدن پایین اعتراض میخوندن تا برسن به آره ما طبقه دوم بودیم. آره. کلاسای دیگه میخواستن زنگشون که میخورد برن میومدن پایین اعتراض میخوندن تا مثلا میرسیدن به طبقه همکف که مدیرام اینا بود، این گفتن دیگه همه مثلا خفه میشدن. بعد من از یه بچه‌ای بود توی کلاسمون خیلی گندلات و خیلی خفن، بعد من با این یارو خیلی حال میکردم. کی؟ هاشمی نسب؟ نه اسمش یادم نمیاد، یاشار نمیدونم چی. این آدم اومد به من گفتش که دست زد به شونه هام، بعد منو خیلی با هم دیگه حرف نمیزدیم، بهم گفتش که علی
این کنفرانس یکی از مثلا بهترین کنفرانس ها که نه گفته چی که بهترین چیزایی بود که مثلا دیده بودم و انقدر به من قوت قلب داد، چون که ما خیلی با هم دیگه حرف نمیزنیم ولی مثلا من خیلی این آدمو دوست داشتم و انقدر به من حال داد که اصلا خیلی میدم تو اوج بودم و خیلی بهم حال داد. من حالا چیزی که از اون روز یادمه، تو اومدی کنفرانس تو دادی تا یه جاهایش هم رفتی خیلی حماسی و اینجوری همه تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن او عجب چی فلان، بعد یهو زنگ خورد همه مثل برق رفتن بیرون. یعنی آره اصلا قشنگ یادمه این دره که دیگه شکسته بود یک لحظه به احترامت وای نستادن. آره خیلی جالبه. دقیقاً زنگ زدن در شکست، من داشتم حرفمو میزدم یادمه دست زدم از رو دره بودو رفتن ولی همه سری فرار کردن. آخه یه چهارشنبه روزی هم بود و داری به این فکر میکنی زنگ که آخر بود. آره دیگه چهارشنبه زنگ آخر. آره. و فکر اینی که بری خونه عشق و حال کنی. پنجشنبه از الان تا پنجشنبه قراره بهت خیلی خوش بگذره. دقیقاً همین جوریه. اون موقع از چهارشنبه به بعد که مدرسه تموم میشه تا پنجشنبه شب عالیه، ولی از جمعه که شروع میشه جمعه افتضاح. جمعه غروب به شبش جمعه فکر میکنی که شبش فرداش باید بریم مدرسه. منم بذار راجع به معلم علوممون صحبت کنم، آقای هوشنگ حلاجی. دقیقاً یه آدم خیلی قد، فکر کنم 2 متر رو داشت، 2 متر و 10 2 متر اینا بود. و من بخوام از قیافه این آدم براتون تصویر سازی کنم، منصور ستاری که یکی از خلبانای خیلی مشهور ایران بوده رو در نظر بگیرید، یکم پیرتر از اون. خیلی خوشتیپ بود، خیلی آره آدم خفنی بود، به سر و وضع خودش هم میرسید. بعد رفتارش هم خیلی خوب بود، یعنی یه معلمی بودش که میتونستی باش رفیق بشی و خیلی باش حال کنی. تو باش حال میکردی؟ یکم آدم چاقالی بود ولی تو باش حال میکردی؟ نه خیلی. من خیلی باش حال میکردم به خاطر اینکه ازت پول میگرفت. بذار بگم تقریبا ترم اول که ما درس میخوندیم اینا، خب کرونا اومده بود و اینا، ما اصلا تو حال و هوای درس و این چیزا هنوز نرفته بودیم خیلی. یعنی تازه اولین سالی بود که داشت خیلی جدی شروع میشد و خیلی جدی داشت شروع به فعالیت میکرد. آره دقیقاً. بعد هیچی، این تقریبا ترم اول بودش که ما امتحانا رو دادیم. من نمره علومم افتضاح شد و بقیه درسام کلا. چند شد؟ یادم نیست، اصلا یادم نیست. یعنی 6 شدی. حتی معدل امسالم هم یادم نیست. یعنی آره من فکر کنم شدم 17 خورده‌ای. خب اون موقع مد شده بود توی گوشی‌ها میمدن استاد بانک و اینا برای شما میومد، یه سری سایت ها و برنامه ها و اینا بود، معلم خصوصی می آورد. بعد ما اونا رو دیده بودیم، مثلا اون موقع اوج این چیزا بود، معلم خصوصی بگیرم بیاد خونه و اینا، سایت داشت و چه برو بیایی داشت. بعد این معلم ما، مامانم اومد پیشش گفتش آره این چرا نمرش اینجوری شده و اینجوریه و به این نتیجه رسیدن که این بیاد خونه ما، یعنی بیاد تو خونه ما. عمو هوشنگ. آره آقا هوشنگ بیاد خونه ما درس بده به من و بره. یعنی کلا این بود. بعد اینجوری هم بودش که نباید بچهای دیگه بفهمن که مثلا ما داریم با این رفت آمد میکنیم و پارتی بازی و پول و این چیزا، داری داستان میکنید و نفهمن. آره یعنی پارتی بازی یعنی که درس نده. خب این برای معلم بد بود دیگه، میگفتن این چه معلم چیزیه که مثلا برای پول رفته خونه فلانی اینجوری. درست. ولی معلمای دیگه مثلا میگفتن نه نمیایم و وقت نداریم و این چیزا. یادم معلم ریاضی تاکید موکد داشت که من خونه هیچکی نمیرم. معلم ریاضیمون آقای پاکزاد. آره پاکزاد. معلم خیلی درجه 1 و کاربلد ولی سختگیر. آره سختگیر و جدی تو کار، توی درس، یعنی اصلا شوخی و اینا اصلا نمیکرد با بچه‌ها. بعد من انقدر ریاضیم ضعیف بود اصلا با من کار نداشت، اصلا مثلا بچهای دیگه مثلا میگفت تو پاشو اینو حل کن، تو پاشو اینجوری فقط با خلخونا کار داشت. اینی که مثلا آره آدم حسابش نمی‌کرد. اونه که درس نمی‌خوندن اصلا نگاهشون نمی‌کرد، اینجوری بهت بگم. بعد مثلا بهش میرفتیم میگفتیم خب برای ما کلاس بذاره به ما هم یاد بده، میگفت نه میخواستین یاد بگیرین. اینجوری رفتارش اینجوری بود ولی تو کارش خیلی خفن بود. بعد داشتیم راجع به آقا هوشنگ میگفتیم. عمو هوشنگ. آره هیچی دیگه، این شروع شد اومد خونه ما، مثلا هفته‌ای 2 جلسه 3 جلسه میومد خونه ما و فکر کنم اون موقع بابت هر جلسه 250 یا 350 هزار تومان میگرفت هر جلسه. دور و بر فکر کنم 2 ساعت مثلا درس میداد. خب بعد لابا تا میومد تو اتاقت
تو اتاق نمیاد، میومد تو پذیرایی خونمون. آها، پاشو میذاشت رو پاش. نه بذار بگم، یه ماشین پرشیا داشت، پرشیای سفید. این ماشینشو خیلی دوست داشت. بعد تو کوچه ما همجوریه که هیچ وقت جا پارک نیست. بعد هیچی دیگه، این هر وقت میاد اونجا ناراضی بود، میگفت آره چرا جا پارکتون اینجوریه اونجوریه. بعد میرفت یه خیابون مثلا اونورتر پارک میکرد تو سایه مثلا. اینو بودش که هیوی ماشینش دستمال میکشه و خیلی مراقبشه، بهش مینازه. آره. بعد میومد خونه ما، از نظر رفتاری درست بود، یعنی میومد خونه ما خیلی خودمونی رفتار میکرد. یعنی مثلا معلمای دیگه میومدن خونه ما، کسای دیگه میومدن خونه ما، اینجوری نمیکردن. معلمای دیگه؟ آره، چون با همه معلما رفت آمد. آره ماشاءالله. ببین میومد تو خونمون مثلا از همون جلسه اول، وقتی که بابا مامانم نبودن، مثلا تو اون محوطه نبودن، تو اون منطقه نبودن، مثلا تو اتاقشون بودن یا خونه نبودن، این خیلی عوض میشد رفتارش. یعنی میومد تو کتشو در می آورد، میگفت چوب لباسی مثلا کجا دارین. من بعد میرفتم چوب لباسی می آوردم، بعد با شوخی و اینا، نه که مثلا بگه برو چوب لباسی بیار، با شوخی و اینا، خیلی با شوخی ازت نوکری میکرد. آره. دیگه چی میگفت؟ بعد کتشو مثلا میذاشت اونجا، بعد میرفت مثلا تو آشپزخونمون، خب میرفت لیوان برمیداشت، آب میخورد، آبو وام میذاشت که سرد بشه، آب میخورد راحت. بله. بعد دستمال کاغذی برمیداشت مثلا دهنشو خشک میکرد. بله. خلاصه خیلی تایمای اول خیلی مثلا روتین داشت، مثلا روتین. یعنی که من میرسم خونه امیرعلی بشینم آره. شیرابو باز کنم، آب بخورم، بعد میرفت مثلا دستشویی، مثلا دستاشو میشست. بله. اینجوری میومد 2 ساعتو پر کنه. آره. خب این به نظر رفتار خوبیه؟ نه. میومد اونجا دوست داشت مثلا اونجا بخوابه. یعنی اگه مثلا یه ذره بهش حال بدیم همونجا میخوابه. خیلی با همون رفیق شده بود، خیلی آدم مشتی بود. بله. بعد تعریف میکرد از زندگیش، تعریف میکرد از من، تعریف میکرد. بعد خیلی از من تعریف میکرد. یعنی تا مامان بابامو میدید میگفت آقا پسر شما شاهکار خلقته، بر شاهکاره. پسر شما مهندسه. مثلا یکم رو پولتون افزایش قیمت بذارید. گوشی شارژ نداشت، مثلا شارژرش آورده بود، بعد پریز نبود. من میرفتم یه سیم سیار می آوردم، میذاشتم تو برق می آوردم. بعد میگفت واه مهندس، مثلا امیرعلی دمت گرم، کاری کردی، باورم نمیشه. واقعا همینجوری بود رفتارش. میگفت بعد مثلا تیغ میرفت تو دستش، من بعد میومدم موچین و ضربه می آوردم، تیغ رو تو دستش در می آوردم. دستش یه بار پاره شده بود، براش چسب آوردیم، پانسمان آوردیم. آره هر سری میمد خونمون خلاصه یه کاری میکرد. بعد هیچ دیگه درسم میداد. بعد میومد میشست، عینکی داشت، عینکشو میزد و شروع میکرد به درس دادن و خیلی هم قشنگ درس میداد، خیلی هم به من خوش میگذشت و خیلی آدم باحالی بود. خیلی با شخصیتش حال میکردم، ولی خب دیگه پولش هم میگرفت دیگه. بله. در مجموع یه بار اومد؟ مثلا اینم بگم فکر کنم 10-15 بار اومد. خب نمیدونم دقیق نمیدونم. یه بار بارون اومده بود، بعد زمستون بود، بارون حالت برف، یعنی یه بارونی که نزدیک به برفه، درست. اونجوری. بعد این اومد، من داشت میرفت. نه داشت میرفت، تموم شد جلسهش، تموم شد، داشت میرفت. زنگ زد گفت شده بیا پایین این ماشین منو یه آب بگیر روش. هوا سرد، منم مثلا با آستین کوتاه و شلوارک اومدم پایین. تو زمستون؟ آره تو زمستون. درست. شیلنگ آبو وا کردم، این در پارکینگ رو زدم که شیلنگ رو ببرم روی ماشین. با ماشینش اومد تو پارکینگ. خب اومد تو پارکینگ و من شیلنگ رو گرفتم رو ماشینش رو قشنگ تمیز کردیم و آره خلاصه با آب ماشین قشنگ کارواش گرفت، ماشینشو شست. بله. خیلی کارا میکرد، میومد خونم ماشینشو میشست، گوشیشو تمیز میکرد. میگفت مثلا ما پدل کلی داشتیم تو خونمون، پدل کلی مثلا عینکشو تمیز میکرد و گوشیشو تمیز میکرد. به نظر تو خونش هم چیکار میکرد؟ من خودم هم کرمشو داشتم، میگفتم مثلا میخوای من اینو برات بیارم، میخوای مثلا من اگه مثلا آب نمیخوای برات لیموناد بیارم. اینجوری بودم، میخواستم هی باش رفیق باشم، اونم هی باهم رفیق‌تر میشد که چی بشه. رابطمون اینجوری بود. نمیدونم همینجوری. خب خلاصه خاطرات هم تعریف میکرد، میگفت آره مثلا بابام کبابی داشته، یه روز اینجوری شده، یه روز فلان شده، یه روز بیسار شده. آره. و بعدش هم میرفته. در مجموع یه چیزی حدود حداقلش 5 میلیونی گرفته. آره شاید هم بیشتر. بله.
سال کی؟ 2 سال پیش. آره الان قطعا بیشتر شده. بله بسیار. یه معلم دیگه میشه معلم آقای رزقی. بله معلم زبان. معلم زبانمون بود. شبیه ند فلاندرز. دقیقاً. خیلی آدم نه البته ند فلاندرز. آها نه اتفاقا شبیشه. آها نه می‌خواستم ببینم اسم یارو یا شخصیتشه. نت فلاندرز. آره خودشه. خیلی خود شبیشه. آقای نت فلاندرز انیمیشن دقیقاً به همین اندازه با کلاس و خیلی. آره ولی این یارو خیلی آن تایم و خیلی با پرستیژ. بعد یادته یه بار اومد سر کلاس گفتش که آره اگه درس نخونی، شوخی میکرد به عنوان شوخی، میگفت اگه درس نخونین من انبردست دارم، آره ناخوناتون رو میکشم همینجا چالتون میکنم. تا الان چند تا دانش آموز چال کردم. آره بلدم چه جوری زنده به گور کنم، این حرفا اینجوری. بعد یکی از بچه‌های خیلی پاچه‌خوار کلاس که باباش هم توی چی میگن در واقع نظام و ایناست. بله اون داستانا چی میگن بهش، آقازاده و اینا. بله اون بالا ماله ها. آره رفته بود به باباش گفته بود، باباش با حکم جلب و نمیدونم اینا یارو اومده بود مدرسه میخواست یارو رو زندانی کنه. که آقا تو واسه چی به بچه من چیزی گفتی که بچه من بترسه؟ اینجوری. بعد اون دیگه جلسه بعد دیگه جرأتش نداشت چیزی بزنه. بعد خیلی جالبه معلم درس اجتماعی و فامیلشو یادمون نمیاد، شبیه مستر بارنز بود. مستر بارنز سیمپسونا. چقدر جالبه شخصیتایی که تو زندگی میبینم خیلی شبیه شخصیت سیمپسونا. یعنی این میگم تک تک شخصیت سیمپسونا رو ما هر روز داریم باهاشون زندگی میکنیم. آره آقای رزقی هم میاد خونمون، خیلی معلم خفنه و خیلی آدمی بودش که من واقعا وقتی میاد خونمون هم لذت می‌بردم از درس دادنش، عشق می‌کردی. آره هم خیلی خوب درس میداد. یعنی اینجوری بودم که بهش مثلا یه وقتا میگفتم آره تو نمیتونی مثلا درسای دیگه من بهم چیز کنی. خیلی خوب بود، یعنی آدم واقعا خفنی بود. بعد یه لپتاپ داشت، اون خیلی مثل آقا هوشنگ نبود. مثل عمو هوشنگ نبود مثلا. این با پرستیژ. ببین ما مثلا بهش میگفتیم ساعت 2 مثلا هماهنگ میکردیم که این بیاد، این دقیق سر 2 نه 2:01 نه 1:59 دقیقه، دقیق سر 2 زنگشو میزد میومد تو. زنگ در خونه رو میزد. آره بعد سرشو مینداخت پایین، خیلی مثلا با ادب میومد تو، لپتاپشو وا میکرد و شروع میکرد به درس دادن. خیلی خوب. ولی مثلا حلاجر بهش میگفتیم 2 بیا، مثلا یه روز 10 میومد، یه روز 3 میومد. عشقی. آره یه روز زودتر میرفت، یه روز میموند، تلویزیون میدید. بعد نهار بهش میدادی؟ نهار میخورد یه وقتا. شام هم میزد؟ نه شامو دیگه نمیزد، شام میرفت خونه. بعد خلاصه آقا رزقی هم میومد خونه ما و برای زبان به من درس میداد و ای کاش که این پولا رو صرف کارهای دیگه میکردیم و خودم درس میخوندم. دقیقاً. و تو هم بهم میگفتی اون موقع، میگفتی که من از همون اول جدی بودم، چون که من میگفتم که اینا دارن ازت سوء استفاده میکنن و آدمی من داشتم حال میکردم میگفتم. آره ببین مثلا برای طرف 2 ساعت گفتی، خب ببین 2 ساعت که کاری نداره درس دادن، ولی طرف 5 ساعت میمونه، 3 ساعت باید حال احوال پرسی میکنه. بگم آقا هوشنگه بله تکلیف من نمیداد، خیلی راحت بود. میمد یه درس میداد، میگه آره اینجوریه، اینم بخونی درسته. به من نمره میداد، الکی به من نمره میداد. بله. یعنی فقط در قبال پوله اینجوری بود. دقیقاً. آره یعنی بعد میومد مثلا سوالای امتحانای نهایی، امتحانای ترمو میداد به من، میگفت آره اینا سوالاست. بله. سوالای مثلا ترمه و اسمش چیه؟ برو تو کارش، برو جوابا رو پیدا کن. بعد اینو دست نوشته مینوشت توی کاغذ آچار با خودکار. به من میداد، میگفت اینو تبدیل کن به ورد. بله. و بر من پرینت بگیر بیار. و خب بدون اینکه پولی بده. بدون اینکه پولی بده. خب عوضش در سوالای علومو داده به من. خب تو پوله رو دادی بهش. خب من میتونم مثلا سوالا رو بفروشم. خب اون دیگه به تو بستگی داره که تو چیکار میکنی. تو به بقیه بچه تو میتونستی سوالا رو به منم بدی. ندادم دیگه. بله. آره. و من علوم اون سال شدم 12. این آدم یک نمره نده‌ای بود. من فکر کنم 20 شدم.
یک نمره نده‌ای بود و من همیشه چیز میکردم. آخه یه بارم به من پیشنهاد داد، گفتش میتونیم با هم دیگه مثلا در خانه شما میتونیم مهمان باشیم و خونه همه میرفت ببین درس بدیم به شما. من گفتم 20 تا جا میرفت. من گفتم که نه خیلی ممنونم، مرسی از شما، من سعی میکنم که خودم به تنهایی باعث بشم که درسمو پاس بشم، نه کمک کسی دیگه ای. چه پسر گلی. آره به خاطر اینکه خیلی رفت تو مخم. ولی آقا رزقی با هر کی کلاس نمیرفت، بعد خیلی هم ما بهش اصرار کردیم که بیاد، خیلی هم با اصرار و اینا اومد، گفتش مثلا ولی پول بیشتری پسرتون دانش آموز خوبی. آره فکر کنم مثلا اون 300 تومن میگرفت، اون مثلا 500 تومن 600 تومن میگرفت اینجوری. اما رزقی نیت فلاندرز چیکار داری می‌کنی؟ آره بعد هیچ دقیق یادم نیست، دقیقاً نمیدونم که نرخو خیلی یادت نمیاد. آره خلاصه آقا رزقی رأس ساعت میومد، رأس ساعت هم میرفت، یعنی 1 دقیقه این ور اون ور نمیشد. تکلیف میداد به من، میگفت اینا رو مثلا 10 صفحه تکلیف میداد، میگفت بعد بنویسی. اینجوری کار میکشید. نمی نوشتی چیکار میکرد؟ نمی نوشتم میگفت آره با انبار دستتون نمیدونم اینجوری میکنم، زنده به گورت میکنم این حرفا. منم میخندیدم، خیلی اوکی بودم. بسیار هم عالی. خلاصه خوب از ما تیغیدن ما. بله دمشون گرم. باعث شدن که تو در سالهای آینده دیگه این کارو نکنی. همش 20 یعنی نمره هم فقط 20. بله با پولهای از دست رفته. حالا 3 ماه آخر سال شده بود، عیدم رفته بود، ما هم کنفرانسمون رو دادیم و در زندگیمون که مدرسه میرفتیم دوچار یک نواختی شدیم، من و امیرعلی. بذار قبل از اینکه اینو بگیم، یه معلم دیگه میشه مثلش مسکری بود، معلم فارسیمون بود. باورت میشه من درس اونو افتادم شهریور. بله. و اون اومد خونمون به من درس داد و من برای فارسی. بسیار همالی دمت گرم. 4 تا چیز مزاره نمیدونم نقلی و چیه نقلیه. نقلی و چی نقلی مزاره نقلی مسکی بود. آره اونم اومد حتی خونه ما. دمش هم گرم، همه به اومدن خونتون. بعد مثلا فکر نکنی مثلا من بقیه معلمان نمی اومدن، مثلا معلم ریاضی می‌خواستم بیاد، نمیاد، معلم دینی می‌خواستم بیاد. معلم دینیمون رو یادته یه آدمی بودش خیلی سفید بود پوستش. آره یادمه، خیلی مربع شکلش استیو ماینکرافت. آره دقیقاً اونجوری بود. آره خیلی جالبه. حالا بریم سراغ اون روزمرگی. آشنا شدن من و عبابی نگفتیم که. نه ما عاشق نشدیم. آشنا. آشنا شدن. عاشق چیه؟ ول کن اونو. یه جامدادی داشتم تازه نو هم خریده بودم، روش ریکم مورتی بود. آره ریکم مورتی بود. بعد ریکم مورتی یعنی عکس ریکم مورتی بود که تفنگه رو گرفته بودن، تفنگه که پورتاله رو باز میکنه اونجوری. بعد روی اون سوراخ اون تفنگه رو من سوراخ کردم یه گردی و اون موقع هم گوشی ممنوع بود ببریم دیگه، نمیتونستیم گوشی ببریم و اینا. بله یه دونه گوشی سونی اریکسون آرک اس که خیلی هم نو بود. یه رم 64 انداختم توش که داشت میمرد، یعنی براش علامت سوال بودش که مثلا حافظه خودش 4 گیگ بود. آره کلا مثلا 2 گیگ 4 گیگ بود، یه 64 انداخت. آره سرعت بالا اکستریم پرو سندیسک اونجوری. بعد هیچی اینو میبردیم مدرسه فیلم میگرفتیم. من ادیتور بودم دیگه، ادیت میکردم و اینا. بعد اینا از من انتظار این چیزا رو داشتن. هیچی و هیچ کی هم به جز من و علی نمیدونست که ما داریم این کارو میکنیم، یعنی یه کار خیلی مخفیانه و اینا بود. توی اون در جامدادی این گوشیه رو میذاشتیم، زاویه‌شو تنظیم میکردیم و رکورد میکردیم و دقیقاً همون تیکه که این پورتاله بود دقیقاً همون سوراخه. آره گفتم سوراخ خود دوربین بود. آره دقیق داره. و ما هر موقع تنظیمش میکردیم که این دقیقاً ببین فکر کنم مثلا ما 1 هفته مداوم ضبط کردیم، 1 هفته آخر که خیلی باحال شده بود همه چی. 1 هفته آخر رو ضبط کردیم. یه جشنی هم یادت من گرفتم. بله من اون موقع خیلی علاقه داشتم به تجهیزات الانم دارم نورپردازی و صدا پردازی، رقص نور. یه رقص نور داشتم، بزنی تو اینترنت میاره، اسمش کالر چنجره. یه رقص نور گنده لامپی قدیمی خیلی سنگین وزن، خیلی فکر کنم 20 کیلو 10 کیلو باشه.
تو فیلم‌های ایرانی وقتی که میخوان یه پارتی خیلی خفن رو نشون بدن که مثلا بین تینیجرها هست، یه آب پرتقال میذارن با یه دونه از این کالر چنجرها، قشنگ یه دونه از این لامپای چرخون که همینجوری هی رنگ‌های همینجوری داره پخش میشه. نه چرخونه رو نمیگم، گنده سیاهه. آره دقیقاً از همونا. و امیرعلی هم آورده بود اونو داخل کلاس اجتماعی. بذار حالا بگم برای چی آوردم. ببین سال خیلی داشت خشک تموم میشد، آخر سال بود، ما نمیدونستیم چیکار کنیم، یعنی اینجوری بودش که داشت تموم میشد و هیچی به هیچی. آره خیلی شیرین تموم نمیشد. من گفتم که آقا من که 1 سال با اینا عشق و حال کردم، با این همه رفیق خفن و دیگه قرار نیست ببینم اکثریتشونو دیگه، چیز نیست، بذار یه خاطره خوب ازشون باقی بمونه و فیلمش هم بگیرم و حالا مثلا داشته باشم، فیلمشو ذخیره کنم بعدن که مثلا بزرگتر شدم فیلم رو ببینم. من تصمیم گرفتم با چند تا از بچه‌ها ما هماهنگ شدیم، فکر کنم 3-4 نفر هماهنگ شدیم که آقا یه جشنی بگیریم سر کلاس اجتماعی. آخرین روز مدرسمون بود، معلم پایه‌ای هم داشت، آخرین روز و آخرین زنگ مدرسمون. من رفتم از هزینه خودم و پدر و مادرم دیگه، قطعا خودم که بله خودت که کار نمی‌کنی. آره یعنی با اون همه هزینه کلاس خصوصی و اینا رفتم. بله. آره رفتم وسایل جشن رو چیز کردم، فشفشه و مثلا چیزی که من خریدم، فشفشه، شربت، شیرینی، رقص نور و دوربین. مادر خرج شده. بچه‌های دیگه چی آوردن؟ من همه رو من آوردم. فکر کنم هیچی. تو می‌خواستی یه دونه از این چیزای جینگل بینگل هست که آویزون میکنن از این برای تولد، از این برق میزنه از اونا، نیوردی. ریسه ها قرار بود یه دونه ریسه بیارم. من بهت پیام دادم روز قبلش، گفتم که آره اینا داری، گفتی آره، گفتم حله پس بیار. من نگفتم بیار. بعد فردا شد آره. گفتی که چرا نگفتی بیار؟ من فکر کردم برات سوال بود. خب من برای چی باید برام سوال باشه که چرا داری؟ آره. ریسه داشته باشی که داشته باشه، خب چیکار کنم؟ و نیورد علی، نیورد اینو هیچی. ما زنگ اول اومدیم خیلی مخفیانه با اون سرایدار اونجا هم هماهنگ کرده بودم، شربت رو یواشکی آوردم گذاشتم توی فریزر که قشنگ یخ بزنه، شیرینی هم گذاشتم توی یخچال. فکر کنم مثلا اون موقع من دوروبر 1 تومن پول شیرینی دادم، کلی پول شربت و تخم شربتی و خاک شیر و یخ و لیوان یه بار مصرف و کلی خلاصه هزینه کردم. بعد یه دونه رقصنور گنده داشتم، گفتم اینو هلک کشوندم آوردم با کلی رقصنور دیگه، دوربین، ریسه، همه چی، هر چیزی که فکرشو بکنی. آقا زنگ تفریح بود، من یواشکی اومدم بالا با مستخدم و اینا هماهنگ بودم با انتظامات و مستخدم، اینا رو آوردم بالا. هیچکی از بچه‌هام نمیدونست، تو بودی و اون پسره آرشام زندی. آفرین. فن شهر سولتی اسمش آرشام زندی. اسمش یادم اومد. بعد اونجا در کلاس ما هم افتاده بود، در نداشتیم. بله بی در بودیم. و بعد یه دونه پارچه می‌زدیم که کسی ما رو نبینه. بعد اونجا آره پارچه گذاشتیم. آره اونجا رو آماده کردیم. من رقص نورا رو چیدم و یه استیج خیلی خفن با اسپیکر و اینا و بچه‌ها اومدن و گند زدن بهش. وایسات بگم. بعد فکر کنم لپتاپم آورده بودم، لپتاپ آورده بودم، تو یادت میاد؟ من یادم نمیاد. من چیزی که یادم میاد یا لپتاپ بود یا تبلت که من توش برنامه دیجی ریخته بودم. آره که دیجی کنم که این برنامه خراب شد. آره یادمه که نتونستم موزیکا رو بذارم. برنامه‌اش به هم خورد. من از بذار حرف بزنم. بعد یه دونه پارچه گذاشته بودیم برای در که گفتم اینا رو. یه دونه پارچه گذاشته بودیم برای در که کسی نیاد. امیرعلی همه اینا رو هماهنگ کرده بود. یه دونه تبلت فکر کنم چیز بود، آیپد هم بود. آره یه دونه آیپد بود، آیپد ایر. اونو من توش برنامه دیجی ریخته بودم، همه موزیکا آماده. بعد این برنامه‌اش مشکل خورد، پخش نمی‌کرد، صداش نمیومد، هیچی دیگه. مثلا فکر کن 2 هفته من داشتم این موزیکا رو آماده می‌کردم و پیدا می‌کردم گلچین و اینا، هیچ موزیک چیز نشد. بذار از اینجا بگم. زنگ تفریح خورد، بچه‌ها اومدن تو و یک علامت سوال برای همشون بود که چه خبره، این چیه؟ آره دقیقاً چیه این؟ یعنی چی رقص نور و این چیزا؟ هیچی. ما 2 تا ناظم داشتیم، یه آقای علیزاده، یکی هم اونی که
کچل بود، اسمش چی بود؟ اسمش یادم سیبیلاش، سیبیل کلوف. آره عمو سیبیل کلوف. اول اون ناظم سیبیل کلوفته اومد دم در گفت یعنی چی، چه خبره با داد و هوا رو اینا، مگه عروسی مادرته و آره یعنی چی و برای چی کلاسشو اینجوری کردی و اینا. بعد علیزاده اومد، علیزاده با من رفیق بود، گفتش که چی شده و فلان. گفت باشه پس این کلاس نرید، برید کلاس تهیه سالن، اونجا هر کاری میخوایم. حالا دوباره من هلک و هلکی رقص نور و اینا رو وا کردم، برشتم بردم اونجا. بعد داشت تایم میگذشتی و بودو این کارو میکردم که زنگ نخوره بچه‌ها بخوام برن. آوردیم و شیرینی دادیم و شربت دادیم و آهنگ پخش نمیشد، بچه‌هام هیچ کدوم موزیک نه، همه موزیکای رپ و نمیدونم اینا. بعد هیچ دیگه فیلمم گرفتیم و خیلی خوش گذشت. ولی برام سواله که من چرا این کارو کردم، یعنی هنوز برام علامت سواله. به چه چیزی، به چه قیمتی؟ ولی فیلمش مسخره بازی بود به خدا، یعنی اصلا فقط یه پولی رفت، میدونی. ولی یه چیزی در ذهن بچه‌ها موند به نظر من. فکر نمی‌کنم، من احساس می‌کنم که بچه‌ها یادشون میمونه تو که بعد خلاصه هلک دوباره این وسایل ببر. بعد یادت تورا که اومدیم برگردیم من دست خالی بودم، همه چیزا رو دادم به محرمی. بله. تا دم بیمارستان که راهمون جدا میشد، یعنی تا یه جایی رفتیم راهمون جدا شد. بیمارستان؟ آره اونجا جدا شدیم از هم. من دوباره هلک بعد می‌بردم خونه و زنگ زدم به مامانم گفتم بیا دنبالم. آره بعد یه سری وسایلم موند، فرداش رفتم آوردم خودم و برام سواله چرا این کار کردم. واکنش بچه‌ها خوردن و ریختن و به هم ریختن و رفتن، یعنی کل کارشون این بود. دقیقاً مثل شترمرغای توی فیلم گینس چیزه، محسن تنابنده و رضا عطاران توش بازی میکنن و اینجوریه که اینا از اول فیلم میخوان یه رکورد گینسی بزنن که بیشترین ساندویچ شترمرغ مثلا چند کیلومتر. و آخر فیلم همه اینا رو دارن میکنن نمایشگاه، همه چی ست خفن و شترمرغا حمله میکنن و میدرن و میزنن این ساندویچ های شترمرغ رو تیکه پاره میکنن و این رکورد گینس هیچ وقت ثبت نمیشه. دقیقاً همین جوری بود، جوری که بچه‌ها حمله میکردن دقیقاً مثل اون شترمرغا بود. ولی روز به یاد موندنی بود به نظر من. بازم دمت گرم. ولی سال پرخرجی بود. بله بسیار. ولی فیلماش هم موند، ما فیلماشو همینجوری کردیم. فیلمایی که ضبط کردیم کلاً از کل سال اینا رو همه رو من تدوین کردم. من یه دونه تیزر از این کل این فیلم‌ها درست کردم، یه حالت تیتراژ، مثلا تیتراژ فیلمه که مثلا داره به زودی میاد، گلچین طوری. آره در حد مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه 20 ثانیه اینجوری که یعنی به زودی مثلا یه چیز قراره بیاد. آره من یه تیکه های از این فیلمه که بچه‌ها دارن یه سری کارا میکنن و یه سری اتفاقا میفته خیلی گلچین انتخاب کردم و اینو گذاشتم تو گروه کلاسمون. یه گروه کلاسی داشتیم، آره یادمه، گذاشتم اون تو و همه تعجب کردن که یعنی چی، این چیه فلانه، مثلا یه جوری پشماشون ریخت. بعد مثلا تو تیتر اولش اینجوری شروع شد، یه متن می اومد خیلی حماسی بود، تیتراژ پریویو. آره اومد و اون فیلم پخش شد و آخرش نوشت که کامینگ سون، آره فلان روز ساعت فلان. آره انگار که مثلا فیلم یوتیوب. آره از کانال فلان، اینجوری خیلی رسمی. بعد اول ویدیو هم یادت زدم نوشتم که توجه این فیلم قصد توهین و آره چیزی ندارد، لطفاً مثلا به دل نگیرید از این حرفا. و پخش شد، همه پشماشون ریختن. یه چیز خیلی جالبی که بود، آخر سرش هم نشون دادم که دوربینم چیه و چه جوری فیلم میگرفتم. آره اینش خیلی جالب بود، جامعه دادی و اینا. یه چیز خیلی جالبی که بود این که ما با یه گوشی سونی اریکسون با یه جام دادی یه خاطره خیلی خفن ساختیم و خیلی جالب بود. من یه سری مواقع انقدر مثلا یه اتفاق خیلی خنده‌داری داشت ته کلاس میافتاد ولی دوربین ما، ولی اون جام دادی ما اون روبرو رو داشت میگرفت. خب من دوربین رو میچرخوندم، من دوربینم پشت دستم بود. آره بعد من یه سری مواقع با زایه بازی میومدم این جام دادی میگردم، مثلا دوربین رو میبردم ته سالن. بعد همه براشون سوال بود یعنی چی، این چرا داره جام دادی اینجوری، اسکل مثلا چرا جام دادی اینجوری دستش این. بعد یه بار مظهری اومد از جام دادی یه چیزی برداره، گفتش این جام دادی چرا داغه. گوشیه داغ میشد در حد سوختن، آتیش بود جام دادیه، انقدر که گوشیه داشت میترکید. ولی از تمام سوتی بازی‌های معلم‌ها، نمیدونم مسخره بازی، از همه چی فیلم گرفتیم. قشنگ میتونیم معلمه رو بندازیم زندان. دقیقاً. و یارو یه سری صحنه‌هاش اصلا یه سری صحنه‌هاشو پخش نکردم، یه سری جاهاش خیلی
خیلی داستاندار بود. آره من ندیدم اونا رو، من فقط هم گلچینا رو دیدم. آخه یادمه ویدیو اصلی مثلا کلا یه 10 ساعتی یه 20 ساعتی بود و خدا میدونه چقدر، مثلا 30-40 گیگ هم بود، ولی من هیچ وقت کل اون رو نتونستم. مثلا چند ساعت فیلم شدش؟ مثلا 20 دقیقه کلا کردی 8 دقیقه کلا یادم. 2 تا پارت، یه پارت 8 دقیقه‌ای بود، یه پارت 20 دقیقه‌ای. آره یه پارت 20 دقیقه، خیلی مثل یوتیوب مثلا. خیلی باحال بود. و برای یه سری جاشم زیرنویس زده بودی. آره زیرنویس زده بود، زوم میشد، زیرنویس میشد، ترانزیشن‌های مختلف. خیلی باحال. محمدی یه جا میرقصید. آره یادمه، رنگی میشد. یادش بخیر. به نظرم که این اپیزود خیلی بلند رو ببندیم. یعنی کلا سال نهممون تموم شد. آره. اینم بگم اومدیم از مدرسه بیرون و عکس دستشمی گرفتیم. آره یادش بخیر، خاطراتش هم با اون هست. اون موقع خیلی مود بود. من مونوپاد آوردم. مونوپاد نداشتی تو؟ نه من مونوپاد داشتم یادمه. با مونوپاد من یه دونه عکس گرفتم، روز آخر من گوشیمو آورده بودم. محتشمم پس گردنی زدی. آره یه پس گردنی. یه دونه دست فروش دم مدرسه‌م وای میساد. دست فروش دم مدرسه‌مون، بذار اون رو بگم. من هر چقدر مقطع سالی ببین اینجوری بودش که این آدم همیشه با من میومد. من اول تا سوم این آدم جلوی مدرسه ما بود. دبستان ما هم این بود. 4 تا 6م دوباره این یارو دم مدرسه. دقیقاً. 7م تا 9م دوباره این یارو داشت نوشمک میداد یا گوز مصنوعی میداد. انواع و اقسام لواشک‌ها، شوکر، لواشک‌ها یک کیفیت زیر خط فقر. نه واقعا خوب بود. جوهر لیمو و جوش شیرین و اینا روش بود. نوشمکه و لواشکه و همه اینا بعد هست. کم کم زن گرفت و بچه دار شد و اینا. با ما بزرگ شد. سر و سامون گرفت. تو پاچه میکرد. آره بعد لواشکاش، من همیشه لواشکاشو میخریدم. لواشکای بسیار مزخرف و ترشی داشت. کیفیت داغون. آره کیفیت داغون. و بعد میخوردی زبونت میسوخت، انگار مثلا داری اسید میخوری. دقیقاً جوهر لیمو، انگار داری وایتکس مثلا میخوری. اونجوری بود. بعد نوشمکم می آورد تابستونا و اینا. بعد از وسط یه تق میزدی و آره بعد مدیر تا می اومد این بدو فرار باید میکرد میرفت. بعد یه وقتا زنگ می‌زدم به پلیس می اومد و اصلا یه داستان میکرد برای یه وایستیم عکس دستجمعی گرفتیم و عکس من عکس پانوراما هم گرفتم از مدرسه‌مون که داشتم میرفتم. از کل این محوطه. آره که اینا یادگاری بمونه. الان مدرسه طالقانی رفته جای تزکیه اومده جای طالقانی. عوض شده. بله دو تا خیلی عجیبه. عوض شدن. آره و خیلی جالبه که مدرسه تزکیه کلا برداشته شده. به نظر در کلاس ما رو درست کردن یا نه؟ فکر نکنم. احساس می‌کنم هنوزم همونه. حالا جالبه مدرسه تزکیه رو کلا برداشتن. مدرسه به اسم نمیدونم یه شهید جمهور یا جمهوری هم چیزای رئیس جمهور و چیزه دیگه، ریاضی نیست، برای کامپیوتره، هنرستانه. یه هنرستان خیلی جالبه و اونجا دیگه کامپیوتر درس میدن. آره دیگه نهم ما از همه خداحافظی کردیم دیگه، تا الان نه هم دیگه رو دیدیم به جز 2 نفرشون. آره نه باهاشون ارتباطی داریم نه هیچ، صفر، تموم شد و رفت. آره کلا تا نهممون این بود. و به نظرم اپیزود خیلی طولانی که داشتیم رو ترجیحاً ببندیم. سال 10 و 11 که تموم شد، سال 12 هم ایشالله سال دیگه مدرسه هم که داره کم کم وام میشه. آره دیگه ادامه پادکست رو همونجوری پیش میبریم. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای پادکست با ما همراه بودید و تا اپیزود بعدی فعلا خدا یار و نگهدارتون. معنی دل بستن، معنی پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده، معنی حافظه آرزوی ضبط و نگهداری مطالب وقایع، معنی آرزه اتفاق پیش آمد، مرض عشق، معنی فاصله مسافت بین دو چیز یا دو کس. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور.
معنی خستگی، معنی کهنگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب، بیرون کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود، معنی التهاب، افروخته شدن و زبان کشیدن، اضطراب، معنی اضطراب، هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری، معنی اجتناب، سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.